سلام عزیزان، میخوام یه لیتر بادمجون فوق‌العاده ساده آماده کنم. برای این منظور نیاز به 2 عدد بادمجون داریم که من بادمجون رو از قبل با یه لیوان سرکه و یه لیوان آب جوشوندم و یه مقداری پختمش. به میزان لازم سرکه، اگر فلفلتون تنده 2 عدد، حدود 7 حبه سیر و یک قاشق غذاخوری نعنای خشک. بادمجون، سیر و فلفل، یه مقدار کمی سرکه، اینا رو داخل مخلوط کن میریزم و میکس میکنم. بعد از اینکه سیر و بادمجون و فلفل رو با هم مخلوط کردم تو مخلوط کن یا داخل غذاساز فرقی نمیکنه، نعنای خشک رو به اون اضافه میکنم. در ضمنم بگم که من زمانی که بادمجون رو با سرکه و آب میپختم، نصف قاشق چای خوری هم نمک بهش اضافه کردم. یه مقدار دیگه سرکه هم بهش اضافه میکنم، زیاد شل نشه. و اونو داخل شیشه میریزم. و بعد سرش رو با سرکه پر میکنم و اونو بعد از 1 ساعت درش رو میبندم و در جای خشک و خنک نگه میدارم. بعد از حدوداً 4-5 روز شما میتونین از این ترشی استفاده کنین. خدا نگهدارتون.